شما توی ویدیو دیگه تو این ویدیو اومدم بهتون یاد دادم چجوری توی بازی فری فایر 2 تا اکانت بسازید. الان ما توی اکانت اصلی خود بازی هستیم. اینا اسکین منه. ما برای اینکه یه اکانت جدید بسازیم باید روی گزینه تنظیمات کلیک کنیم. بچه‌ها وقتی وارد تنظیمات شدیم روی این گزینه خروج کلیک میکنیم، تایید رو میزنیم و بازی خودش میاد بیرون از اکانت اصلیمون. بعدش میریم اینجا میزنیم روی اون 3 نقطه، روی گوگل کلیک میکنیم. من چون که از قبل اکانت ساخته بودم الان این اکانت دومم. بعدش میزنیم و بازی خودش براتون یه اکانت جدید نو میسازه. باید اسم این چیزاش هم بذارید. خوشحال شدم تو این ویدیو با من بودید. لایک و فالو فراموشتون نشه.